بیدار به صبح مهر از خواب شدیم، در شام وصال نور مهتاب شدیم. در هر ورق کشاده سرقانون صد رنج به سر کشیده 10 باب شدیم. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چنین ابراز داشتند که کنستیتوسیا به صفت قانون عالی زمینه‌های حقوقی پیشرفت جامعه را از طریق قبول قانون‌های نو گذاشته، مناسبت‌های جمعیتی مختلف را تحت تنظیم قرار داده، اساسهای حقوقی رشد و تکامل من بعد چنین مناسبت‌ها را فراهم می‌آورد. به قانون حقیقت می سرایم تا زبان دارم، به ضد دشمنش می برایم تا که جان دارم. وطن دارد چنین قانون که با وی فخرها کرد، همه گویم که قانون یگانه در جهان دارم.